أما والذي حج الحجيج لبيته ولبوا له عند المهل وأحرموا وقد طأطأوا تلك الرؤوس تواضعا لعزته تعنو الوجوه وتسلم يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم دعاهم فلبوه رضا ومحبة فلما دعوه كان أقرب منهم والذي حج الحجيج لبيته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در این برنامه انشاءالله به حول و قوه الهی میپردازیم به بیان مسائل و اطلاعاتی درباره حج که یکی از ارکان دین اسلام هست. این واقعا نشان فضل و رحمت الله متعال هست که عباداتی را که به عنوان وسیله تقرب به الله متعال و وسیله رسیدن به بالاترین مقام قرب و نزدیکی الله متعال، این مسائلی را که و احکامی را که الله متعال برای من و شما مقرر کرده متنوع هست و قطعا این برگرفته و نشأت گرفته از رحمت و لطف الله متعال به بندگانش هست. اگر ما همین ارکان دین اسلام را نگاه بکنیم، عباداتی را که به عنوان اساسی ترین و اصلی ترین پایه های دین مبین اسلام هستند، نماز، زکات، روزه و حج، هر یکی از این عبادات را وقتی که ما نگاه میکنیم با عبادت دیگر متفاوت هست. نماز یک عبادتی هست که صرفاً بدنی هست، یعنی این که برای این که کسی بخواهد نماز بخواند و به مسجد برود نیازی به مال و ثروت نیست. هم فقیر و هم غنی و ثروتمند و هم انسان سالم و صحتمند و هم انسان رنجور و بیمار می توانند که این عبادت را انجام بدهند، منتها با تفاوت و رخصت هایی که الله متعال درباره نماز قرار داده. اگر کسی می تواند در مرحله اول باید ایستاده نماز بخواند و اگر ایستاده نمی توانست بنشیند نماز بخواند و اگر نمی تواند رکوع و سجده بکند با اشاره این کار را انجام بدهد و اگر نشسته هم نمی تواند در حالت دراز کشیده این عبادت را انجام بدهد. هیچ تفاوتی در میان فقیر و ثروتمند در این زمینه وجود ندارد. عبادت روزه را نگاه بکنیم، همچنین یک عبادت کاملا بدنی هست. برای روزه گرفتن نیازی به مال و ثروت و پول نیست. عبادت زکات را نگاه بکنیم میبینیم که یک عبادتی هست مخصوص ثروتمندان، کسانی که یک مبلغ مالی را دارند با شرایط مشخصی که از جانب الله متعال در این زمینه تعیین شده. اما وقتی که به حج برمیگردیم و حج را نگاه میکنیم میبینیم که یک عبادتی هست که هم جانی هست و هم مالی هست.
یعنی برای انجام حج انسان مسلمان هم باید از جان خودش مایه بگذارد، زحمت‌ها و مشقت‌های سفر را باید به جان بخرد، هزاران کیلومتر را باید طی بکند تا اینکه به مکه و به محل مراسم حج برسد و هم از مال و سرمایه خودش باید مایه بگذارد. بدین معنی که باید مبلغی را داشته باشد به عنوان خرج راهش باشد، به عنوان خرج و نفقه‌ای باشد برای اهل و خانوادهش و همچنین هزینه برگشت را داشته باشد. تمام این موارد را وقتی که ما نگاه میکنیم به این نتیجه میرسیم که حج یک عبادت هم جانی است و هم مالی و حتی در شرایط وجوب حج هم این دو نقطه مد نظر شریعت هست. یعنی این که انسان مسلمان هم باید سالم و تندرست باشد و هم این که ثروتمند باشد تا این که حج بر او اساساً واجب بشود. حج یعنی عزم سفر به خانه کعبه و بیت الله الحرام و مشاعر مکه مکرمه در یک زمان مشخص برای انجام کارهای مشخص و تعیین شده و تعریف شده از جانب الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم. و خود کلمه حج و واژه حج به معنی قصد کردن هست، یعنی تصمیم گرفتن برای رفتن به یک جا و یک محلی. و از نظر شرعی هم تعریفش این بود که من خدمت شما برادران بزرگوار اینو عرض کردم. و از نظر شرعی حکم حج این هست که حج یکی از ارکان دین مبین اسلام شمرده می شود و حج فرض عین هست بر تمام انسانهای مکلف و توانمند و مستطیع، یعنی بر تمام افراد مسلمان و تمام اشخاصی که مسلمان هستند و از جانب الله متعال مکلف هستند و مورد خطاب الله متعال قرار گرفتند، با شرط این که مستطیع باشند، توانمند باشند، که خود این استطاعت و توانمندی یک تعریف خاصی در فقه اسلامی دارد که انشاءالله در برنامه‌های آتی به صورت مفصل خدمت شما عرض خواهم کرد. پس بنابراین حج یکی از ارکان و واجبات هست، یکی از اصول دین مبین اسلام هست و فرض عین هست بر تمام مسلمانانی که مکلف و مستطیع و توانمند هستند. دلایل وجوب و فرضیت و رکن بودن حج همانند دیگر ارکان اسلام برگرفته از قرآن کریم و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. ما به عنوان یک مسلمان اصول اعتقادی خودمان را و اصول عبادی و شرعی خودمان را فقط و فقط از مصدر و منبع قرآن کریم و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میگیریم. بدین خاطر هست که اگر شما کتاب‌های فقهی رو مراجعه بکنید و مطالعه بکنید میبینید که فقها در طرح مسائل شرعی و احکام فقهی وقتی که میخواهند برای گفته خودشون، برای نظر خودشون دلیلی رو بیان بکنند، در مرحله اول آیات قرآن را ذکر میکنند و در مرحله بعدی سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم را و در مرحله سوم اجماع هست، یعنی اتفاق و دیدگاه واحدی که مسلمانان در طول تاریخ درباره برخی از مسائل داشتند. در باب حج هم وقتی که برمیگردیم به آیات قرآن کریم میبینیم که در آیات متعددی الله متعال درباره حج سخن گفته و به صورت کامل و شفاف این مسئله رو برای ما بیان کرده که امروز ما با اطمینان خاطر میتوانیم ادعا بکنیم که حج یکی از ارکان اسلام هست و دلیلش هم از قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم.
در سوره آل عمران آیه 97 الله متعال وجوب و فرضیت حج را بر مسلمانان این گونه بیان می کند: ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. به عنوان یک حق الهی بر مردم واجب هست و مردم ملزم هستند که حج بکنند، منتها من استطاع الیه سبیلا، کسانی که استطاعت و توانایی دارند و می توانند که خودشان را به سرزمین حج و مشاعر برسانند. ولله علی الناس حج البیت، بر مردم لازم هست که برای الله متعال حج بکنند، من استطاع الیه سبیلا، آن کسانی که این توانایی و قدرت را داشته باشند. و در ادامه چه زیبا می فرماید: و من کفر فإن الله غنی عن العالمین. اما کسانی که ناسپاسی و کفر را در پیش بگیرند، مطمئن باشند که الله متعال از تمام جهانیان و از تمام موجودات بی نیاز هست. قطعا هم این گونه هست، زیرا که مبنای عبادات این نیست که الله متعال نیازی داشته باشد به نماز ما، به زکات ما، به روزه و حج ما، بلکه ما هستیم که برای تقرب به الله متعال و برای ارزش پیدا کردن و مقام پیدا کردن نزد الله متعال نیاز به این عبادات داریم. اگر نماز نمی بود، اگر زکات و حج و روزه نمی بودند، اگر این شریعت الهی نمی بود، ما چگونه و با چه وسیله‌ای می توانستیم که به درگاه الله متعال تقرب بجوییم و نعمتهای ابدی الله متعال را، شایستگی و سزاوار آن را داشته باشیم. و وقتی که به احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم برمیگردیم، میبینیم که احادیث صحیح و صریح رسول الله صلی الله علیه و سلم که هیچ گونه ابهامی رو ندارند، با تعبیری بسیار واضح اینو بیان کردند که حج یکی از ارکان اساسی و پایه‌های اصلی دین مبین اسلام هست. حدیث حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه که بارها شنیدید، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: بنی الاسلام علی خمس، پایه های اسلام 5 چیز هستند: شهادت الله اله الا الله و ان محمد رسول الله، گواهی دادن و شهادت دادن به یگانگی و یکتایی الله متعال و رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم، و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة و الحج و صوم رمضان. و 4 رکن عبادی عبارت هستند از نماز، زکات و حج و روزه ماه مبارک رمضان. این حدیث جزو احادیثی است که در بالاترین درجه صحت قرار دارند، یعنی متفق علیه هست. بخاری و مسلم هر دو این حدیث رو روایت کردند. در مناسبت دیگر حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه می فرماید که خطبنا رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول گرامی اسلام یک روزی برای ما خطبه ای را ایراد فرمودند و در ضمن خطبه خطاب به مردم چنین اعلام کردند که یا ایها الناس قد فرض الله علیکم الحج فحجوا. ای مردم، ای مسلمانان، ای پیروان من، ای کسانی که تا روز قیامت این پیام من به شما میرسد، الله متعال حج را بر شما فرض کرده، فحجوا، به حج بروید و حج بکنید. زمانی که مردم و اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم این فرموده رسول الله صلی الله علیه وسلم را شنیدند، از آنجایی که حریص بر کار خیر بودند، میخواستند که فرموده های رسول الله صلی الله علیه وسلم را به شکل کاملتر و بهتری دریافت بکنند و بر آن عمل بکنند، یکی از حاضران پرسید که
یا رسول الله اکل عام یا رسول الله، آیا هر سال ما باید حج بکنیم؟ آیا بر ما لازم هست که هر سال به خانه کعبه به قصد انجام حج برویم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم سکوت فرمودند و جوابی ندادند. اون صحابی تا چند مرتبه دیگر و تا 3 بار این سوال را عرض کردند که اکل عام یا رسول الله، یا رسول الله ما همه ساله و هر سال حج بکنیم یا یک بار کافی هست؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند لو قلت لوجبت ولما استطعتم، اگر من بگم که آری همه ساله واجب هست، همه ساله حج بکنید، این بر عهده شما حج لازم می شود و فرض می شود که هر سال باید بروید حج بکنید و شما این توانایی رو نخواهید داشت. و رسول الله صلی الله علیه وسلم به خاطر این مطلب جواب این سائل رو ندادند و نگفتند که همه ساله حج بکنید. واقعا هم ببینید رسول الله صلی الله علیه وسلم فداه ابی و امی، ببینید که درباره امت خویش و پیروانش چه اندازه مهربان هست و در فکر من و شما بوده. فرمودند اگر من بگویم آری بر شما فرض می شود و شما نمی توانید هر سال حج بکنید، یعنی این که در عمر فقط یک بار بر شما فرض هست که حج بکنید. واقعا ما می بینیم که بسیاری از مسلمانان 10 سال از عمرشان گذشته، از الله متعال 50-60 سال کمتر و بیشتر عمر گرفتند، اما باز هم برای یک بار نه تنها این که به حج نرفتند بلکه تلاش و سعی هم نکردند که به حج بروند. اگر رسول الله صلی الله علیه وسلم می‌فرمودند که همه ساله حج بکنید با این همه سختی و مشقت و با این همه مسافت طولانی و با این همه مخارج و هزینه ها، ما چگونه می توانستیم که بر این دستور رسول الله صلی الله علیه و سلم جامع عمل بپوشانیم؟ آری بینندگان عزیز، حج در عمر فقط یک بار بر من و شما فرض هست، اما نباید فراموش بکنیم که ما نمیدانیم که تا کی زنده هستیم. آیا ما تا چند سال دیگر زنده هستیم و می توانیم که به حج برویم؟ و اگر خواستیم و تصمیم گرفتیم آیا چنین فرصتی برای ما مهیا هست یا خیر؟ پس بنابراین باید به این توصیه رسول الله صلی الله علیه و سلم گوش فرا دهیم که ایشان فرمودند تعجلوا الی الحج، هر چه زودتر و در اولین فرصت حج را انجام بدهید، فإن احدکم لا یدری ما یعرض له، هیچ کس نمیداند که فردا برایش چه اتفاقی می افتد. هیچ کسی از من و شما نمیدانیم که تا کی زنده هستیم و بالفرض که زنده باشیم آیا شرایط مهیا خواهد بود و ما از نظر جانی و مالی این توان و قدرت را خواهیم داشت که به حج برویم یا خیر؟ پس بنابراین اکنون که توان دارید، اکنون که مال دارید، اکنون که برایتان میسر هست که به خانه خدا بروید، بهتر هست که هر چه زودتر این کار را انجام بدهید و این فریضه الهی را از گردن خودتان ادا بکنید. واقعا چه زیبا هست که انسان مسلمان تمام فرایض و اصول اسلامی را انجام داده باشد. الحمدلله که نمازگزار هستید و ممکن هست در هر کجا باشید این فریضه الهی را انجام بدهید. روزه را در هر جایی که باشید می توانید انجام بدهید. و اگر الله متعال به شما مال و ثروتی داده، الله متعال در مال و ثروت شما برکت بدهد و قطعا هم انشاءالله که زکاتش را به مستمندان پرداخت خواهید کرد. و چه زیباست که در کنار تمام این عبادات فریضه حج را هم انجام بدهید تا این که پایه های دین مبین اسلام و دیانت شما کامل باشد. شهادت الله اله الا الله و ان محمد رسول الله
و اقام الصلاة و ایتاء الزکات و الحج و صوم رمضان. پس بنابراین اگر بر این توصیه رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل کردید، پس بنابراین دین شما دارای 5 ستون هست، همون گونه که در باور و اعتقاد به این مطلب پایبند هستید و معتقد هستید، چه زیباست که در عمل هم ما این 5 ستون را در کنار هم داشته باشیم تا اینکه دین ما یک دین کاملی باشد و این عمل به شریعت اسلامی انشاءالله در دنیا و آخرت موجب سعادت و سرفرازی و سربلندی من شما انشاءالله بگردد. تا برنامه دیگر که در خدمت شما عزیزان خواهم بود، تمام شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. أما والذي حج الحجيج لبيته ولبوا له عند المهل وأحرموا وقد طأطأوا تلك الرؤوس تواضعا لعزته تعنو الوجوه وتسلم يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم دعاهم فلبوه رضا ومحبة فلما دعوه كان